درود بر شما. آواز دشتی رو میخوام شروع بکنیم. دشتی از متعلقات دستگاه شور باشه که از درجه پنجم آواز شور، دستگاه شور شروع می شود. حالا ما شور سولو در نظر میگیریم. اگه شور سولو باشه پرده هاش سول، لا کروم، سی بمول، دو، ره، می بمول، فا، سول. خب می بمول، سی بمول، لا کروم و درجه اول دشتی متغیره، یعنی نوت ره ما در شور سول هم کروم میشه هم به کار میشه در درآمدها، در گوشه ها که در پرده درآمد اجرا میشود. اولا گوشه چی میخوایم از آواز دشتی شروع بکنیم؟ گوشه کشمه است. کشمه بر وزن مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلاتون یا فعلان فرق نمیکنه، بحر مستثنی. خب اتاب یار پری چهره عاشقانه بکرد، اتاب یار پری چهره عاشقانه بکرد که یک رشم تلافی صد جفا بکند، که یک رشم تلافی صد جفا بکند.